بازم باورمون نمی شود که او را در میان خود نداریم. صدریق عمر جوان و چهره زیبا و دل مهربانش. اگر گوییم کاش دشمنانش خار شوند، نه درد درمان می‌یابد و نه او بر می‌گردد. ولی چی کنیم که دل و وجودمان می‌سوزد؟ ما هر لحظه می‌سوزیم و در حقش دعا می‌کنیم. خاله‌مان باشد بیشتر از هر کسی می‌سوزد. آخر او دو جگربندش رو زیر خاک کرد، دو پسر نازنینش را. دردهایش به اندازه تمام دنیا بزرگند. خدا کند که تن خودش سالم باشد و برای باقی فرزندانش سایبان باشد. خاله جان، خاله خوب و مهربانی ما، همدردی ما را از نام خدا، از نام اپه‌های مهربانتان قبول کنید. چون آنها هم در برابر شما، چی برای محمود جان و چی برای دل غمدار شما رنج میکشند. خداوند بزرگ است. همه مادران را در راه گرفتن فرزند یک روز نه یک روز امتحان میکند، چون میداند که دردش سخت و جانسوز و تحمل نشدنی است. ولی گاهی امتحانی صبر و گاهی امتحان برای فردای قیامت است. خداوند هر کی را که دوست دارد درد میدهد. ما درک میکنیم که در دل شما دو جای سوراخ است برای دو جگر بندتان. ما درک میکنیم سوزش دلتان را، شبهای بیخوبیتان را، رنجهایتان را، گریه‌هایتان را، احساس سرد و تلختان را، همش رو درک میکنیم. ولی باز از این دردها دیده بودن شما در کنار ما مهمتر است. خداوند داناست. ولی امیدواریم که جای محمود جان مهربان و زیبای ما بهشت ابدی است. خاله جان، دیگر خودتان را رنج ندهید، دیگر غم نخورید. لطفاً هیچ چیزی عوض نمی شود. سلامتیتان را نگاه دارید. شما برای ما و عزیزانتان خیلی لازمید. بگذار در این ماه مبارک خداوند خانه آخرت محمود جان زیبای ما را بهشت جاودانه گرداند و بگذار اصلا هیچ مادر درد و داغ فرزند را این گونه سخت و جانساز تجربه نکند. از خداوند برای شما و برای خود صبر جمیل می خواهیم خاله جان. خداوند یار و مددگارتان باشد.